عشق درخت یک سیبی نادر در 20 سال پیش میرزا شاهی اکابیر یک ساکن ناحیه رشت را وادار به معجزه آفرین کرد. در پی عشق این سیب نادر که همکنون با اون نام لالگون گذاشته است، این مرد باغی بنیاد کرد که در تاجیکستان نظیر ندارد. سفری داشتیم به ناحیه تاجیک‌آباد. یک درختی سال بعد سال 49 زمین لرزه اون مردم مهاجر کردن و اون ده ها اوریان ماندن به انسانیت. فقط نشانه از اون مردم درخت‌های بزرگ. وقتی ما سفر داشتیم من دیدم که در بین انبوه اون درخت‌های دهه بی آدم یک درختی سیب هست که نسبت دیگر نوع‌ها خیلی فرق کننده. وقتی که میوه اون به دست گرفتم و خواستم که استعمال کنم، اما بوی بهترین به مشامم رسید که این بو را فقط در ایام بچگی وقتی بچه بودم از باغ‌ها سیب می‌گرفتم، اما بوی سیب‌های محلی به یادم زد و دو نوده من بریدم از همون شاخ درخت و آورده در باغ پیوند کردم. تصادفاً بعد 3 سال وقتی که دوم بار سفر همون دهه داشتیم، دهه الملیخ، من خواستم که دوم بار به زیارت همون درخت سیب رفته باشم. وقتی رفتم از دوری دیدم همون درخت ندیدم. وقتی نزدیکتر رفتم الکی همون درخت بزرگ شاید زیاده از 150 سال عمر داشت. من ببینم که فقط کندریشه مانده است و روی اونا مثلا تنه اونا بریده بودن. این مرد همیشه در جستجوی نوآوری هست. تنها در باغ او درختی را دیدن ممکن است که 8 نوع گوناگون میوه حاصل می‌دهد. من این نوع شفیعی، من این نوع خوبانی، من این نوع زلاتوی گرایما، این نوع بابایی، این نوع دلیشیست. این مرد در اطراف زادگاه خود 16 باغ نمونوی بنیاد کرده است و حالا با بنیاد پارک میوه‌جات و گیاهای نادر در شرایط کوهستان که حدود 2000 متر از سطح بحر بلندی دارد دست زده است. در اینجا غیر از گیاهای یابایی دیگر چیزی نمیروید. امروز ما کوشش کردیم که درخت‌های نوهای محلی در اینجا شینانده باشیم و همچنین برای سبزاندن این درخت‌ها به ما ضرورت بود که آب بیاریم. آب از ها بلندی 2700 متر درازی همون است، موضعی که چشمه جایگیر است. از همونجا ما با واسطه همین قبرها آب کشانده. مردم ده جعفر با او احترام خاص دارند. نصف عمر 56 ساله میرزا شاهی اکابیر در بنیاد باغ و تلاش زنده نگه داشتن تاریخ و فرهنگ مردم رشت گذشته است. حیرانش من چی میگو ابوشکی بچم یک کار بدهانگی این همه دست دادن میگیری و زور نمیرسه گفته می ابو دیگه گذشت میشون و زور میرسه اون باغ انم تمیده هست طلبه بچی سوزیم باغ میخوری من در همونجا گفت باغ میرم ابوش میگو بچم اونجا شبیره نمیشه و گفتم ابو اجازه کنی شبیرم باشه شال رو سوز مینم. این قسمتی از کار و زندگی میرزا شاهی اکابیر است. او هنوز آرزوهای زیادی عملی نشده دارد. او را میتوان مرد گفت که با قلب بزرگ در یک ده کوچک کوهستانی تلاش ساختن دنیای نوی را دارد. دنیایی که سرشار از پیام بنیادکاری و نکوکاری با آیندگان است.